خدا رو شکر برای پرستشی که داشتیم. می‌خوایم با هم دیگه چند آیه از کلام خدا رو بخونیم. می‌خوایم با هم دیگه بریم به انجیل یوحنا باب 21 آیه 15 تا 19 رو با هم دیگه بخونیم. این گفتگوی عیسی با پتروس. پس از صبحانه عیسی از شمعون پتروس پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا بیش از اینها محبت می‌کنی؟ او پاسخ داد: بله سرورم، تو می‌دانی که دوستت دارم. عیسی به او گفت: از بره‌های من مراقبت کن. بار دوم عیسی از او پرسید: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا محبت می‌کنی؟ پاسخ داد: بله سرورم، می‌دانی که دوستت دارم. عیسی گفت: گوسفندان مرا شبانی کن. بار سوم عیسی به او گفت: ای شمعون پسر یوحنا، آیا مرا دوست می‌داری؟ پتروس از اینکه عیسی 3 بار از او پرسید آیا مرا دوست می‌داری آزرده شد و پاسخ داد: سرورم، تو از همه چیز آگاهی، تو می‌دانی که دوستت می‌دارم. عیسی گفت: از گوسفندان من مراقبت کن. آمین آمین به تو میگویم، زمانی که جوانتر بودی کمر خویش بر می‌بستی و هر جا که می‌خواستی می‌رفتی. اما چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود و دیگر کمری تو را بربسته به جایی که می‌خواهی نخواهی برد. عیسی با این سخن به چگونگی مرگ اشاره می‌کرد که پتروس با آن خدا را جلال می‌داد. سپس عیسی به او گفت: از پی من بیا. آمین. دعوت می‌کنیم از برادر ناصر که بیان و پیغام خدا رو ما در میون بذارن. شکر. منم مجدد سلام دارم خدمت همه شما عزیزان. خوش آمد میگم بهتون. خوشحالم که در خدمت شما هستم. اینو بزنم اینجا. میگه مادر یعنی مهر ناب. خوشتون اومد. مادر یعنی مهر ناب. مادر یعنی دلگرمی بی حساب. با یک نگاه ساده‌اش آرام میگیره دل من از تب و تاب. روز مادر رو به همه مادران عزیز کلیسامون تبریک میگم. آمین که سلامتی خداوند همیشه بر تک تکتون باشه. سایتون از سر فرزندانتون حالا کوتاه نشه، چون که ما فرزندان شما بهتون نیازمندیم. واقعا به شما احتیاج داریم. شکر برای وجودتون. تو متنی که خوندیم، پس از صبحانه، این متنی که خوندیم میبینیم که عیسی مسیح شروع میکنه صحبت کردن. بعد از اون صبحانه معروفی که اون هفته در موردش صحبت کردیم. صبحانه چه بود؟ هفته گذشته در موردش صحبت کردیم. نان و ماهی بود. ماهی چه؟ کباب شده. بس نان و ماهی کباب شده بود. آره، هفته گذشته در موردش صحبت کردیم. بعد از اون صبحانه که زدن بر بدن، به قول معروف توپ شد حالشون. بعد تازه شروع کردن صحبت کردن. و ما بعد از اون صبحانه معروف واقعا صبحانه توپی که اونا با عیسی زدن، خوش به حالشون، ماهی بودیم. بعد ما شاهد یک گفتگو هستیم. گفتگویی که الان بچه‌ها واسه ما خوندن، یعنی یوحنا باب 21 آیه 15 تا 19. شاهد یک گفتگو هستیم بین عیسی و پتروس. ما شاهدیم، ما میبینیم این گفتگو رو که یکی از صمیمیترین، پرمعناترین و تاثیرگذارترین گفتگوها است. در واقع یک گفتگوی عاشقانه است بین خداوند و فرزندی که او را با عنوان نجات دهنده خودش پذیرفته، بین عیسی مسیح و پتروس. و میتونه این گفتگو بین من و شما و هر کدوم دیگه از ایمانداران با عیسی مسیح باشه. گفتگویی که پس از اون ملاقات، بعد از اون ملاقاتی که در کنار ساحل در سحرگاه امید انجام گرفت، اون ملاقاتی که هفته قبل در موردش صحبت کردیم، ملاقاتی که عیسی با شاگرداش داشت به عنوان سحرگاه امید، و حالا میبینیم گفتگوی صورت گرفته. شاهد یک گفتگو عاشقانه هستیم برای ناامیدی‌های شمعون یا همون پتروس. در اوج ناامیدی عیسی با اون ملاقات کرد، گفت که تو دیگر
شکست خورده نیستی، بلکه برکت یافته هستی. و امروز در این سحرگاه ادامه همون صحبت گفتگوی است، گفتگوی عاشقانه. و عنوان پیغام امروز منم گفتگوی عاشقانه در کنار ساحل با عیسی است. گفتگوی عاشقانه در کنار ساحل با عیسی عنوان پیغام امروز منه که میخوام با شما عزیزان در میان بگذارم. مرسی پارسا جان. عیسی یک نجات دهنده دور از دسترس نیست. یک نجات دهنده که تو رو نجات داده، کارش تموم شده، بری اون دور وایسا. بله من نجات دادم، دست تو رو گرفتم، از این گودال آوردمت بیرون راحت بکنه. نه، اون تو چیزی نیست. عیسی اون دورا نیست، بلکه عیسی یک دوست و یک همسفره. عیسی دوستیه که در واقع در روز تنگی صدای تو رو میشنوه، ناله های قلب تو رو میشنوه. مهم نیست برای عیسی شما چقدر اشتباه کردی، چقدر از او دور بودی، برای عیسی مهم نیست. چقدر از او فاصله داشتی، چقدر در اشتباهات خودت بودی، برای عیسی مهم نیست. برای عیسی امروز تو مهمه که در قلب تو باز کردی، اومدی در حضور عیسی ایستادی. برای عیسی امروز مهمه که در قلب تو باز کردی تا با او هم سفره بشی. در قلب تو باز کردی که عیسی به درون بیاد تا با تو هم سفره بشه. پس هرچی اشتباه که کردی از گذشته برای عیسی مهم نیست، بلکه امروز که ایستادی در حضورش و در قلب تو بر روی او بازه مهمه. و این گفتگو برای اون لحظه بود. پتروس نیست، مثل همیشه در قلبش بر روی عیسی مسیح باز بود و عیسی به درون اومد با اونا هم سفره شد، با اونا صبحانه خورد. و الان نیازه که با پتروس نیاز داره که با عیسی مسیح صحبت بکنه. و میبینیم صحبت از اینجا شروع میشه. پس از صبحانه عیسی از شمعون پرسید: ای شمعون، ای شمعون. چرا عیسی گفت شمعون؟ گفت ای شمعون، نگفت پتروس. ببینید شمعون جلسه قبل گفتیم برگشته بود به گذشتهش. شمعون قبلا شمعون بود. قبل از اینکه عیسی مسیح با اون ملاقات بکنه، لب همین دریاچه بگه از پی من بیا که تو رو صیاد جانها میکنم، شمعون بود. بعد از اینکه از پی عیسی رفت، عیسی گفت تو دیگر شمعون نیستی، بلکه پتروسی. تو انجیل یوحنا باب 1 آیه 42، انجیل متی باب 16 آیه 18 نامگذاری پتروس رو میبینیم. شمعون میشه پتروس. ولی اینجا پتروس برگشته گذشتهش، دوباره برگشته هویت قبلیش. اینجا عیسی میگه نیاز داره، به یادش میاره اون روز اولی که بهش گفت شمعون از پی من بیا. الان دوباره بهش میگه شمعون، یادآوری بشه بهش من همون عیسیم که قبلا از پی من اومدی. امروز هم میتونی بازم از پی من بیای و امروز شما هم میتونید از پی عیسی برید. و چرا تو این جمع 6 تا دیگه شاگرد بودن، 7 تا شاگرد بودن، چرا گفت پتروس؟ چرا دیگران رو صدا نزد؟ چون که پتروس بیشتر از همه نیاز داشت که ترمیم بشه. پتروس بیشتر از همه ناامید بود، بیشتر از همه احساس شکست میکرد. نمیدونم تا الان تو جمعی قرار گرفتیم که بیشتر از همه فکر بکنی شکست خوردی، بیشتر از همه فکر بکنی داغونی، بیشتر از همه فکر بکنی که هرچی بلاست بر سر تو اومده. پتروس همینطوری بود. پتروس چرا بیشتر از همه شکست خورده بود؟ دیگران شرایط اینو نداشتن. دیگران در سختی بودن، در ترس بودن، در مشکلات بعد از صلیب بودن. ولی پتروس کسی بود که عیسی مسیح رو منکر شده بود، انکار کرده بود، عیسی رو منکر شده بود. نه، من عیسی رو نمیشناسم. پس بیشتر از همه سرخورده بود، بیشتر از همه داغون بود. جلسه قبل صحبت کردیم پتروس داشت تو کشتی وقتی که تور مینداخت ماهی نمیگرفت به چه فکر میکرد، در موردش صحبت کردیم. پتروس از همه داغونتر بود، چرا که عیسی رو انکار کرده بود. چند وقت پیش وقتی که عیسی در مورد لغزش داشت صحبت میکرد، پتروس گفت
یادتونه گفت نه من حتی اگه امین بلغزد من ناصر نمیلغزم. چی میگه عیسی؟ اگه پارسا و نسرین و آرین بلغزد من مثل اینا نیستم. پتروس همینو گفت حتی اگه بقیه بلغزن من نخواهم لغزید. اینو کجا به ما میگه؟ متی 26 33 34. اینو بخونی تا ادامه بدیم. متی 26 33 و 34. ببین چه با غرور میگه. متی 26 33. پتروس در پاسخ گفت حتی اگر همه به سبب تو بلغزند من هرگز نخواهم لغزید. عیسی به وی گفت آمین. به تو میگویم که همین امشب پیش از بانگ خروس 3 بار مرا انکار خواهی کرد. آمین. پس میبینیم که پتروس با چه غروری گفت من بهتر از بقیه. ولی امشب این تایم میبینیم عیسی در این سحرگاه اومده باش ملاقات، چون که پتروس از همه داغونتره و نیاز داره که یک نفر او رو در آغوش بگیره. یک همصحبت میخواد که چه همصحبتی بهتر از عیسی مسیح است. چه همصحبتی میتونه بهتر از عیسی باشه؟ گاهن ما هم نیاز داریم به همصحبت، ولی بهترین همصحبت عیسی مسیحه که در موقع دلتنگی، موقع ناامیدی مطمئنا رو صدای تو را میشنود. گفتیم او در دور دست ها نیست، بلکه عیسی دوست، رفیق و یاوری است که در نزدیکی است. او در دسترس است و یافت میشه. عیسی مسیح یافت شدنیه. عیسی گم شدنی نیست. تو آسمان ها اون پشت ابرا نیست، بلکه عیسی در دسترسه و اینجا نیاز داشت در ناامیدی با عیسی مسیح صحبت بکنیم و در اینجا ما شاهد یک صحبت عاشقانه تاثیرگذار بین عیسی مسیح و شمعون یا همون پتروس هستیم. صحبتی سرنوشت ساز، صحبتی که برای سالهای بعد ما هرچی از پتروس میبینیم دیگه مثل قبل از این روز، قبل از این سحرگاه نیست، بلکه پتروسی تغییر یافته است. یعنی در واقع صحبتی تاثیرگذار برای تغییر زندگی، صحبتی عاشقانه بین عاشق و معشوق برای زندگی در عیسی مسیح، برای زندگی در نور خداوند. و امروز میخوام 2 تا تأثیر این صحبتی که بین عیسی و پتروس صحبت گرفت و با شما عزیزان 2 تا نتیجه رو در میان بگذارم که میتونه همین نتیجه برای زندگی من و شما باشه. اگه احساس ناامیدی داری، احساس شکست داری، اگه فکر میکنی بیشتر از همه نیازمند هستی که خداوند باهات صحبت بکنه، پس در قلبتو باز بکن، چون که این 2 نتیجه برای زندگی هر کدوم از ماها هستش. نتیجه اول ترمیم شخصیت هستش. ترمیم شخصیت هستش و گفتیم عیسی میتونه هر جایی در دسترس باشه و با او صحبت بکنیم و هم صحبت شدن با عیسی میتونه آسیب‌های ما رو، آسیب‌های فکری، جسمی، آسیبی که در ذهن داریم رو ترمیم بکنه و اینجایی هم شخصیت پتروس با این صحبت ترمیم میشه. و اگر امروز احساس ناامیدی داری، احساس یأس داری، احساس میکنی شکست خورده هستی و شاید فکر میکنی دیگر تو اون شاگرد سابق نیستی و نمیتونی شاگردی بکنی، ولی امروز عیسی مسیح در ساحل زندگی تو ایستاده، نزدیکه. میتونی در قلبتو باز بکنی تا هر روزه با عیسی مسیح خداوند هم صحبت بشی، با او هم سفره بشی و در زندگی تأثیرات عیسی مسیح رو تجربه بکنی. اون شب، اون سحرگاه یک تجربه جدید با عیسی مسیح برای پتروس بود. و چرا قبلش پتروس عیسی رو منکر شد؟ قبل از این تجربه عیسی رو منکر شد. چرا؟ دلیل چه بود که عیسی رو منکر شد؟ شما میتونید 1-2 دلیل به من بگید؟ آفرین. دور نریم، همینجا. ترس. پتروس اون شبی که عیسی مسیح رو منکر شد ترسیده بود.
ترس بر عیسی غلبه کرده و گاهن ترس بر ما هم غلبه میکنه. میترسیم، اتفاقاتی میفته، واقعا میترسیم، کم و کاستی میاد، واقعا میترسیم، بیماریایی میاد، واقعا میترسیم، مشکلاتی پیش میاد، واقعا میترسیم. و اینجا اون شب که پتروس هم عیسی مسیح رو منکر شد، ترس بر پتروس، بر ایمان پتروس غلبه کرده بود. و وقتی که جالب اینجاست، اون شب ترسید، وقتی گفتن که تو هم یکی از اونایی با عیسی، گفت لعنت بر کسی که او رو بشناسه. میگه قسم خورد، لعنت کرد، هم قسم خورد هم لعنت کرد که من اون رو نمیشناسم. این متن رو بخونیم، متی 26 آیه 74. ببینید این چه کار کرد. همراه پتروس زن کردن آغاز کرد و قسم خورده گفت این مرد را نمیشناسم. هماندم خروس بانگ زد. لعنت کرد، قسم خورد، درسته؟ و دروغ هم گفت. این مرد را میشناخت، الکی لعنت کرد، گفت لعنت بر جد و آباد هر کس که این مرد را بشناسد. این تو چیزی گفت. چطور گفت؟ اگه شما لعنت بکنید چطور میگید؟ یه خیلی غلیظش نکنید جان. لعنت بر ذاته. شبیه هم بودیم. این داداش شبیه اونو نگفت، یه قدم رفت جلوتر. حالا دیگه نگید، دیگه آره، دیگه لعنت رو بولش کنید، ادامه بدید. آره، خدا رو شکر، جلال بر خداوند، جلالش از آن روز که الان دیگه. آمین آمین. لعنت کرد، قسم خورد، دروغ گفت. ببینید ما تو زندگیامون گاهن اتفاقاتی میفته، شاید لعنت رو نگیم اون لحظه، ولی قسمه رو میخوریم، دروغه رو ادامهش میگیم. ببینید دروغه بگم که من این کارو نکردم یا شاید نخواهم کرد، نمیدونم. اتفاقاتی تو زندگی میفته، دروغه رو میگیم. ببینید شاید لورمون بره بالاتر، لعنت رو نگیم، قسمه رو بخوریم، بعد دروغه رو بگیم. لور بره بالاتر، لعنت نگیم، قسم نخوریم، دروغه رو بگیم. خب این سه تا حرکت رو انجام داد. چرا؟ ترس اومده بود. لعنت به هر کس که این رو بشناسد. قسم میخورم این رو نمیشم، به جان مادرم، عمم، داییم، عموم، نمیدونم، به یک قسمی خورد به سر ریش به خدا. یکی قسمی خورد و به دروغ گفت نمیشناسم. چرا؟ که ترس بر او غالب شده بود. و امروز از چی میترسی؟ امروز چه چیزی باعث میشه تو دروغ بگی، قسم بخوری، لعنت بکنی؟ در صورتی که نمیخوام بگی نه اینو واقعا شاید هیچ کدوم از شما اینو نداشته باشه، ولی یادآوری کلام خداست. در صورتی که پتروس پای موعظه کوه نشسته بود، موعظه پای کوه شنیده بود، دروغ نگویید. تو اون پیغام پای کوه ما اینو داریم، دروغ نگو، قسم نخور، لعنت نکن. ما توی موعظه پای کوه هر سه این موارد رو داریم. پتروس هر سه این موارد رو ایماندار، شاگرد خداوند عیسی مسیح، نامش رو عوض کرده بود. تو دیگه شمون نیستی بلکه سخی. خب همین شخص داره پای صحبت عیسی، پای موعظه پای کوه نشسته بود، داره همون ستایی رو عیسی در مورد صحبت کرده بود، قسم نخور، دروغ نگو، لعنت نکن، داره به جا میاره. و زندگی ماها گاهن فشارها، مشکلات، داستانهایی پیش میاد، یادمون میره عیسی چی گفت. پتروس یادش رفت اون شب پای دور اون آتش عیسی چه گفته بود، چون که ترسیده بود. و از نظر من و شما، از نظر زمینی، الان پتروس چیه؟ خائنه، باید پدرش در بیاد. نه به من خیانت کرده، بیشرف. نه واقعا اینو صادقانه بگم، اگه ما بودیم این کارو میکردیم یا نه. نگاه، اون از نظر ما یک خائنه، یک کسی که منکره. پتروس خیانت کرد به عیسی، منکر عیسی شد، پس باید حالش بگیرم. بذاریمش سر جاش.
توبیخش بکنیم، تنبیهش بکنیم، درس عبرتی باشه، یاد بگیره، بعد از این تکرار نکنه. بی خود کرده گفته منو نمیشناسی، تو منو نمیشناسی، تو مگه قبلا نیامدی کشتی دو قایق رو دادی به من، رفتم توی سخنرانی کردم گفتم تو رو بنداز، قبلا دوباره همین کار ماهی گرفته بودی بابا، مگه با من نبودی نان و ماهی با نمیدونم دوباره خوردیم و و و و و اگه ما بودیم این کارا رو میکردیم. خب ولی عیسی مسیح کلام خداوند روشن و مستقیم، روشن و مستقیم. با این صحبتش امشب پتروس در آغوش گرفت. عیسی با صحبتاش مردم رو در آغوش میگرفت، نه با اعمالش. اعمالش جای خودش، ما صحبت اعمالش نیست اینجا، صحبت گفتگوی عیسی با پتروسه. با صحبتش شخص شکست خورده رو عیسی در آغوش گرفت، مستقیم، روشن. گفت پتروس آنچه که کردی مهم نیست، امروز مهم، از این به بعدت مهم. میخوای چی کار بکنی؟ هر چی که داشتی مانع شد، دروغ گفتی، ترسیدی، مهم نیست. پتروس الان میخوای چی کار بکنی؟ ببین چی میگه. میگه شمعون پسر یوحنا، آیا منو بیشتر از اینا محبت میکنی؟ منو دوست داری؟ یادش میاری منو دوست داری؟ نگفت که تو منو به من خیانت کردی، میگه تو منو دوست داری؟ او پاسخ داد بله سرورم، تو میدانی که دوستت دارم. عیسی به او گفت از بره‌های من مراقبت کن. عیسی به او گفت از بره‌های من مراقبت کن. چه صحبتی؟ چقدر میتونه این صحبت، تو منو دوست داری؟ ببین زن و شوهرها اینو بهتر درک می‌کنن. مثلا رفقا قهر میشن با هم، مشکلی پیش میاد، بعد آشتی میکنه، زنه به مرده، مرده به زنه، میگه منو دوست داری؟ من چه به غیر از کیو دارم؟ اینجا هم صحبت همونه، صحبتی عاشقانه است. من به جز تو مگه کیو دارم؟ عیسی دوستت دارم، خودت هم میدانی دوستت دارم. پس الان برو یه لیوان آب برای من بیار. چند بار تا حالا به همسراتون این کارو کردید؟ بعد از قهر کردن آشتی کردید؟ من دوست داری؟ آره خب برام قرمه سبزی درست کن فردا. کردین؟ میگه الان تو از گلوی من مراقبت کن. عیسی پتروس رو محکوم نکرد، بلکه با صحبتاش زخمای او رو ترمیم کرد. با صحبتاش بر قلب شکسته او شفا آورد. و وقتی که عیسی مسیح با هر کدوم از ما هم صحبت میشه، میتونه شخصیت ما ترمیم پیدا بکنه. اونجایی که شکستگی داریم، اونجایی که درد داریم، اونجایی که رنج داریم، کافیست در قلبت رو بر روی عیسی مسیح باز بکنی و بگی عیسی خوش آمدی بر زندگی من. آمین. نتیجه دوم هم صحبت شدن با عیسی، نام او را جلال خواهی داد. نام خدا، آمین، که زندگی شما، گفتار شما، رفتار شما نام خداوند را هر لحظه جلال بده. آمین. آیه 18 و 19 رو یه نفر لطفاً بخونه. 18 و 19 همین انجیل یوحنا باب 21. آمین آمین به تو میگویم، زمانی که جوانتر بودی کمر خویش برمی‌بستی و هر جا که می‌خواستی می‌رفتی، اما چون پیر شوی دستهایت را خواهی گشود و دیگری کمر تو را بربسته، به جایی که نمی‌خواهی خواهد برد. عیسی با این سخن به چگونگی مرگی اشاره می‌کرد که پتروس با آن خدا را جلال می‌داد. سپس عیسی به او گفت از پی من بیا. آمین آمین. عیسی داشت از چه چیزی پتروس صحبت میکرد؟ از مرگ پتروس. داره از پیری و مرگ پتروس صحبت میکنه. پتروسی که ما میبینیم قبل از این گفتگو عیسی رو منکر شده، ولی پتروس در سال 68 میلادی، یعنی تقریبا 35 سال بعد از این، 34 سال، بین 33 45 سال بعد از، چون که این اتفاق، این صحبت عیسی سال 33 میلادی است، یعنی عیسی 30 سال عمر کرد، 3 سال و نیم
بشارت داد و بعد مصلوب شد و الان سال 68 میلادی هستش، یعنی 35 سال بعدش، 34 سال بعدش شما اینطور در نظر بگیرید. وقتی که پتروس مصلوب شد، پتروس هم مصلوب شد، همان اتفاقی که برای عیسی مسیح افتاد، همونطوری که عیسی مسیح مصلوب شد، پتروس هم مصلوب شد. ولی روز مصلوب شدن، لحظه مصلوب شدن، پتروس میدونید چی گفت؟ گفت من شایسته نیستم همچون عیسی مسیح مصلوب شوم، پس مرا وارون مصلوب کنید. این صحبت پتروس. مردی که از ترس عیسی مسیح و اون شب کنار اون آتش منکر شد. 30 و چند سال بعد، 30 و چند سال ما رشادت‌های پتروس رو می‌بینیم. وقتی که مصلوبش میکنن میگه من شایسته نیستم همچون عیسی مصلوب بشم، پس مرا وارونه مصلوب کن. میخوایی که به دست و پای زدن میخوام تجسم بکنی، پشت رو بر صلیبت بکنن، میخ بزنن دست و پای، همان درد، همان زجری که عیسی مسیح کشید پتروس هم تجربهش کرد. چرا؟ اون مردی که اونجا عیسی رو منکر شده بود، ولی اینجا با همون تجربه عیسی از این دنیا رفت. چون که اون شب پای اون صحبت، اون سحرگاه، اون شب نه، اون سحرگاه امید، اون ملاقات، چون که در اون سحرگاه پتروس یک صحبت معمولی با عیسی نداشت. یعنی در واقع عیسی یک صحبت معمولی بگو بخندی باش نداشت، بلکه اون صحبت تجربه عمیق‌تر از شناخت رحمت و محبت خدا بود برای شخص شکست خورده، برای شخص ناامید، برای شخصی که در یأس هستش. عیسی اون روز در اون سحرگاه با صحبتاش تجربه‌ای رو به این مرد داد تا در عمق‌های خداوند بیشتر وارد بشه. او شناختی بیشتر از خدا در اون صحبت‌ها، شناختی بیشتر از قلب، از حضور و محبت و رحمت و صمیمیت و وفاداری خدا رو تجربه کرد و در جمله آخر عیسی مسیح به او میگه پس از پی من بیا. سپس عیسی گفت از پی من بیا. دعوتی که 3.5 سال پیش ازش کرده بود دوباره تکرارش کرد. یعنی چه؟ به معنای اینه که هر کاری که کردی، چون که امروز در قلبت بازه، تو رو بخشیدم، بیا از پی من بیا. و این برای زندگی من و شما. رحمت‌های خداوند پایانی نداره، کافی است که در قلبت را بر روی او باز بکنی، از پی عیسی مسیح بری. در آخر میخوام با چند آیه در ویرانه‌های اورشلیم تمام بکنم. مراثی ارمیا باب 3 آیه 22 و 23. زمانی که ارمیا این مراثی رو داره میگه، تایم ناامیدی هستش، تایم شکست هستش، تایمیه که اورشلیم به آتش کشیده شده، مردمش از خدا دور شدن، داغونه، در ناامیدی، در شکست مطلقه. ارمیا این مراثی رو میگه چه؟ میگه محبت‌های خداوند هرگز پایان نمیپذیرد، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. آنها هر بامداد، عزیزان فراموش نکنید، محبت‌های خدا هر بامداد تازه میشه. داره اینو میگه آنها هر بامداد تازه میشود و وفاداری تو عظیم است. اون روز پتروس قلبش مثل اورشلیم با آتش کشیده بود. وقتی که مراثی ارمیا رو داریم، ارمیا این مراثی رو گفته، بابل حمله کرده، اورشلیم رو با آتش کشیده و اون روز، اون تایم، قلب پتروس هم میتونست مثل اورشلیم باشه. شکست مطلق، نابودی مطلق، ناامیدی مطلق. ولی اینجا میگه چه محبت‌های خداوند در اون اوج ویرانی در اورشلیم، ویرانی در قلب من، ویرانی در قلب هر کس شماها میتونه باشه.
میگه در اوج همین ویرانی محبت‌های خداوند هرگز پایان نمی‌پذیرد، زیرا که رحمت او بی‌زوال است. آنها هر بامداد، حتی در اون ویرانه، در روزی که اورشلیم با آتش کشیده شده، میگه آنها، داره در مورد همون روز میگه، آنها هر بامداد تازه میشوند و در نهایت وفاداری خداوند عظیم است. خداوند وفاداره برای من و شماها. کافیه که در قلبت رو باز بکنی، اجازه بدی که او بیاد درون. خداوند به درون بیاد. چرا بستیم؟ چرا اجازه نمیدی؟ مانعت چیه؟ از چی میترسی؟ ولی خداوند میگه در پشت قلب، در قلب تو ایستاده میکوبم. هر کس بشنود، خیلی ها نمیشنود، به درون خواهم آمد و با او هم سفره خواهم شد. منم باید اجازه بدم او با من هم سفره بشه و با او هم سفره خواهم شد و او با من. و این روز در این سحرگاه شاگردا با عیسی هم سفره شد. عیسی اونا رو برکت داد. گفت شما دیگه شکست خورده نیستین. جلسه قبل صحبت کرد. شما پیروزی. و اونا رو برکت داد. با نان و ماهی. و امروز هم با صحبتاش در ادامه همون برکت، در ادامه همون جایی که با عیسی ملاقات داشتن، شخصیت شکست خورده آنها را، این صحبت تنها واسه پتروس نبود، دیگران هم داشتن میشنیدن، اونا فرار کرده بودن، ترمیم کرد. امروز در قلبتون باز میکن. اجازه بده خداوند به درون بیاد. اجازه بده خداوند در زندگیت کار بکنه. تا امروز هر چقدر نقشه کشیدی مثل پتروس بوده. هر چقدر فکر کردی به درد خودت میخوره مثل پتروس بوده. ولی امروز اجازه بده خداوند به درون قلبت بیاد. در قلبت رو باز میکن. او خدای احیا کننده است. او خدای ترمیم کننده است. خداوند در قلبمون رو روی تو باز میکنیم. خداوند ناله های قلبمون رو به حضور تو میاریم امروز. تمنای قلبم رو به حضور تو میارم. ایمان دارم که تو در دسترس هستی. تو خدایی هستی که حضور داری. تو خدایی هستی که میبینی و میشنوی، همونطوری که وضعیت پتروس دیدی، وضعیت دیگر شاگردان رو بعد از صلیب دیدی. خداوندم در قلبمون رو به سوی تو باز میکنیم و میگیم خداوند عیسی به درون بیا. به تو خوش آمد میگیم. خداوندم ما آماده هستیم برای پذیرش. خداوندم تو ما رو ترمیم کن، تو ما رو احیا کن. خداوند از شکست ها، از ناامیدی ها، از دل سردی که ازش داریم عبور میکنیم، تو ما رو به سلامتی عبور بده. خداوند تو نگذار خداوند بر ما چیره بشن، بر ما غلبه بکنن، بلکه خداوند در اوج ناامیدی تو خودت، اونطوری که پتروسی که داشت درون دریا غرق میشه، دستشو گرفتی. امروز دست ما رو، هر کدوم از ما که به سوی تو دستمون رو دراز کردیم، دست ما رو بگیره. خداوند تو ما رو احیا بکن. نیازمند هم صحبت شدن با تو هستیم. تو با ما صحبت بکن خداوند. تو با ما حرف بزن. تو ما رو احیا کنه خداوندم. و غم‌های ما رو خداوند تو به شادی تبدیل کن. خداوند تو غم‌های ما رو به شادی تبدیل کن. در نام عیسی مسیح تو ما رو بلند کن خداوندم. تو ما رو احیا کن. که نیازمند تو هستی. در نام عیسی مسیح با شکر و سپاس. آمین.